انجام این پیشبرکا روزنامه‌گر سرکفتی یک ساله یک گونشوپیا که ای سال جالیه جمعیت روزنامه‌گران یا باشور و رجلات و چلمینجار هاته دارخستن اشکره بود. تو را مدیا روداوه ده پیشبرکه ده به دو بشن جدا ده هیجای خلات هاته دیتن. ده انجام نرخاندن هور و کور یه اندام جوریه ده پیشکشکار روداوه راوین استرک به برنامه خویا گل آنات چزم ازل وره بیجه تایبت بچاره سریه ده بشا برنامه تیوی ده خلاتا یکمین ورگرد. ده بشا نوچه این کردی ده جی نوچه یا نوچهگهان روداب تیوی عبدالسلام آکنجی یا به سرناو نویسکار بی قلم هیجای خلاط هات دیتن. ناو روزنامه‌گر این هسته هات جیاندن جمعیت روزنامه‌گران یا باشور رجلات ده داخویانی خود دیار کرد که اف پیشبرک 40 سالن به ناورت دارخستن. حتی دست نشان کردن که ناوین روزنامه‌گر این هسته اکرم سونار بلند بستپه و هرسا ارتوگرول پرینچی اغلوی جی که به سالان خدمت روزنامه‌گری کردی و پار وفات کرد دانه بشن پیشبرک این ای سال خلات این تایبت گشنه خودگین خواه ده چارچوه یا پیشبرک ده خلات این تایبت گین لسر هستیاری یا جواکی و آزادی یا چاپمنی جی گشتن خودگین خواه خلات تایبت تاوه یا دانه روزنامه‌گر دبستان سرطایی یا سیدان تپه که زاروکان به روزنامه‌گری دادن ناس کردن. خلات تایبت یا سالا چلان یا و جمعیت دان مطلوکایا که پشتی راسی ارشک چکداری هات تکوشی نک زورو به همپا یا جیان دا ابو سمبولا مافی جیان و هفگرتنا جنان. خلات تایبت یا جوریه پیشکشی مالبات گلستان دوکو هاته کرن که به سالانه جبو دیتنا کچاخوی وندا به واسطان لعدالت دیگرن. خلات این آزادی چاپمنی زازاکی نویز یا که تفکاری ده دیتباری زازاکی لقادا گشتی ده دکه و بوتان اینترنشنال کو پیشگیری ده به پیشکتنا مدیا کردی و ارسا پرورده یا روزنامه‌گران هجای خلات هاته دیتن. جمعیت روزنامه‌گران یا باشور و رجلات کس که یکو پیشبرک به آرمانجا تشویق روزنامه‌گران به کالیته و گستنان نرینن هفپار ساز بود.